کوتاه کار میکنه، ضربه کنشون رو بازیکن رئال مادرید. والورده روی پای راست یه شلیک دیدنی، چه گلی میزنه حالا فده والورده. یه بار دیگه هنرنمایی خودش رو به رخ میکشه والورده و از اون شوتای سنگینش رو زد و باز هم دروازه سویا باز میشه. چه بلایی دارن سر آلوارو فرناندز در میارن تو این بازی ستاره های رئال مادرید. فوق‌العاده بود ضربه والورده. شادی خودش رو انجام میده والورده. یه بار دیگه پیام آور شادی شد برای هواداری رئال. ببینیم با هم گل‌ها یکی از یکی قشنگتر داره زده میشه. این پاس ارزی، شوت بی‌نظیر فده والورده از راه دور فوق‌العاده دروازه سویا رو باز کرد. اگه میشه اصلا انقدر شوتاش سنگین هست که کار رو برای هر دروازه باز سخت میکنه، چه برسه آلوارو فرناندز. هرچی کش داد به خودش بازم نتونست سوپر رو دراره. فرناندز چه کاتی گرفت. واقعا میشه از گلای رئال مادرید توی مسابقه لذت برد.